اگه میشه تو یک روز بارونی و پاییزی خیلی خوب نماهنگ به این زیبایی هم بشنویم با صدای خواننده خوب کشورمون آقای رضا بهرام، باید حالمون خوب نباشه؟ اصلا نمیشه. قطعا شما دانش آموزان عزیز هم الان با انرژی مثبت و حال خوب دارید برنامه خودتون رو همراهی میکنید و در کنار ما هستید. رسیدیم به زنگ آخر کلاس درسمون، با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم که امروز هم به همین مناسبت سرکار خانم یاری و جناب آقای شیرکوان مهمانان این برنامه هستند که قراره در این زنگ بپردازند به فصل 4 از کتاب درسی شما با عنوان حرکت چیست. یک لطفی بفرمایید کتاب‌های علومتون رو باز کنید و ما رو همچنان همراهی بفرمایید. بیشتر از این صحبت نمی‌کنم چون خیلی ما زمان نداریم. بفرمایید این کلاس درس و این هم شما. خیلی ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. شما خوب هستین؟ سپاسگزارم. بله من حالم خیلی خوبه، خدا رو شکر. به نام خدایی که خیلی مهربونه. سلام عزیزان، حالتون خوبه؟ امروز میخوایم مبحث فیزیک رو شروع کنیم بدون هیچ اینکه وقت رو بخوایم طرف کنیم. میریم سراغ اصل مطلب که خیلی هم شیرینه. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دانش آموزان عزیز پایه نهم و بینندگان محترم. در خدمتتون هستیم با فصل حرکت چیست از علوم پایه نهم. مرسی. بریم ببینیم حرکت چیست. من حرکت کنم برم ببینم حرکت چیست. قبل از اینی که درسمون رو شروع کنیم دوست داشتم که یکی از پیام بچه‌های خیلی خیلی خوب، یکی از شما عزیزان، فرق نمی‌کنه، همه شماها خیلی خوب هستین و محبت شماست، این به نمایندگی از شما عزیزان هستش. عین پیامش رو که برای شبکه زحمت کشیده بود فرستاده بود و به من ارجاع دادن، من خواستم برای شما بگم. سلام امیر حسین جان، پیام شما. سلام، من امیر حسین رحمانپورم، پایه نهم از استان گیلان. یه فیلمی تهیه کرده، گفته که میدونم وقت کمه اما برای خانم یاری بفرستین، اگر دوست داشتن پخش کنن. فقط خواستم بگم که تمامی پیام شما عزیزان رو تک تک میبینیم. اینم همون فیلمته، توی گروه های خودمون فرستادم. ممنون از اینکه تو انقدر لطف داشتی و برنامه ها رو به خوبی میبینی. حرکت چیست؟ خوب دقت کنید بچه ها. من همین اول از شما عزیزان خواهش میکنم، ما اصلا تو برنامه‌مون نداریم فیزیک سخته، فیزیک اینجوریه. فیزیک راحت ترین درس ممکن هستش اگر همه شما بیننده برنامه من و آقای شیرکوان باشیم و با این تدریسی که ما میکنیم به شما قول میدیم، تضمینم میکنیم تازه. ما تضمینم میکنیم که همه شما خوب یاد بگیریم. بچه‌ها دقت کنین به این اصل که در حال حرکت، سرعتش هم تنده. خوب دقت کنین، میگه بیشترین مسافتی که ثبت شده تا الان توسط این یک اسبی که تندرو بوده در یک ثانیه 24 متر. خوب دقت کنید، 24 متر مسیری رو که طی کرده در چه زمانی آقای شیرکوان؟ در یک ثانیه. بچه ها درسمونم میتونیم توی کانال شاد دنبال کنیم. آقای شیرکوان به نظر شما ما چه برداشت دیگه از این تصویر میتونیم داشته باشیم؟ من توجه بچه ها رو جلب میکنم به عنوان فصل به اون حرکت چیست و تصویر عنوانی که سوارکاری رو در میدان مسابقه سوار بر اسب که فکر میکنم که در اوج سرعت و حرکت خودش هم هست در حال طی کردن مسیری هستش. بله خیلی ممنون آقای شیرکوان. خب به این تصویر خوب دقت کنید. من عزیزان خواهش میکنم که تصویر بسته این نمابرگ رو بگیرن. آقای شیرکوان بیاین با هم دیگه این سوال پرسش رو با هم، بالاخره به جای بچه‌ها ما باید با هم این کار رو پیش بریم. یک لاک‌پشت رو داریم میبینیم. به نظر شما حرکت لاک‌پشت کنده اصلا حرکتش چجوریه؟ حرکت کند داره. حرکت کندی داره. دوچرخه سوار داره چه کار میکنه؟ دوچرخه سوار رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم اونم در حال حرکته. در حال حرکت هستش. یه هواپیما رو داریم، خوب دقت کنیم، که در حال پرواز داریم میبینیم. خب پس این هم در واقع دارای حرکت هستش. خیلی خوب. اما نکته‌ای که می‌خوایم بچه‌ها اینجا بهتون بگیم این هستش. شما صحبتی داریم با من آقای؟ خواهش می‌کنم زنده باشین. حالا چون آقای شیرکوان اشاره کردن همینجا، آقای شیرکوان می‌بینیم که مسافرها
هواپیما در حال حرکته ولی مسافرها ساکن هستن، نشستن. بله نشستن. میخوایم ببینیم آیا حرکت اینا چی میشه؟ اینا سر جای خودشون نشستن، آیا اینا هم حرکت دارن یا ندارن؟ خب خوب دقت کنید بچه‌ها. حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی اینی که من یه تغییر مکانی بدم نسبت به اون مبدئی که انتخاب کردم. من اگر الان مبدأ خودم رو این نقطه بگیرم و این مسیری رو طی کنم برسم به آقای شیرکوان، در واقع من اگر این نقطه رو A بگیرم و شما رو B بگیرم، از A به B حرکت کردم. در این لاک پشت اگر ما بیایم حرکت لاک پشت رو با خرگوش مقایسه کنیم، این حرکت میشه حرکت کند. اگر من بیام حرکت لاک پشت رو با یه حلزون مقایسه کنم، این حرکت میشه چی؟ حرکت تند میشه. پس بالاخره تکلیف چیه آقای شیرکوان؟ حرکت لاک پشت کنده یا تنده؟ این رو میخوایم برای بچه‌ها امروز مشخص کنیم. بچه‌ها خوب دقت کنین. حرکت یه امری نسبیه. امری نسبیه یعنی چی؟ یعنی من باید ببینم با چی دارم مقایسه میکنم، نسبت به چی دارم میسنجم. یه موقع من با بغل دستیم داریم پیاده روی میریم، یکی اون قدمای بلندتر تندتری برمیداره. خب حرکت اون نسبت من تندتره، ولی یه موقع ممکنه یه بچه کنار من داره راه میاد، پس حرکت من نسبت به بچه تندتر هستش. نکته، حرکت نسبیه و تعریفی که از حرکت میتونیم داشته باشیم، بفرمایید آقای شیرکوان. تغییر مکان جسم نسبت به مبدأ حرکتی که انتخاب کردیم. اگه اجازه بدید من مثال شما رو به این شکل برای بچه‌ها روی اسلاید توضیح بدم که دوچرخه سوار نسبت به لاک پشت حرکتش تند هست، اما نسبت به هواپیما حرکتش کاملا کنده. بله. آقای شیرکوان الان شما این دوچرخه سوار ما رو هم دارین ملاحظه می‌فرمایید. میتونین اگر من بخوام از شما یه سوال بپرسم، الان ویژگی حرکت اینا به چه صورتیه؟ اولا که هر دو در حال حرکتن. هر دو در حال حرکت هستن. اما اگر به رکاب زدن، سرعت رکاب زدن و حتی محیط چرخ‌ها هم نگاه بکنیم، می‌بینیم که با همدیگه میتونه متفاوت بشه. بله. دوچرخه سوار بزرگتر حرکت تندتر و ظاهر کوچکتر حرکت کندتر داره. بچه‌ها ما یه نکته توی فیزیک هم داریم. ما توی فیزیک یه کلمه داریم به نام متحرک میگیم، درسته؟ متحرک آقای شیرکوان اگر بخوام خیلی آسون تعریف کنیم برای بچه‌ها، متحرک رو چی تعریف کنیم؟ هر جسمی که در حال حرکت هست. هر جسمی که در حال حرکته. من اگر حرکت کنم من میشم متحرک. دوچرخه‌ای که الان در حال حرکت اینا میشن متحرک. خیلی خوب. بچه‌ها شکل کتابتونه. خوب دقت کنید. اینجا چی میخواد به ما بگه؟ اینجا میخواد به ما این رو بگه که در دنیایی که ما زندگی میکنیم از کوچکترین ساختمان ماده ما در نظر بگیریم که اتم ها باشن، همه در حال حرکت هستن، تا بزرگترین اجرام آسمانی همه در حال حرکت هستن. من الان میخوام بچه‌ها از شما سوال بپرسم. شما الان همون جایی که نشستین، رو میز نشستین، زمین نشستین، یه جامدادی کنار دستتون هست. این جامدادی شما ممکنه پر از قلم و نمیدونم مدادم باشه. بچه‌ها الان اون جامدادی که کنار دست شما هست داره حرکت میکنه. آقای شیرکوان بیا ما اینجوری بگیم، من فکر میکنم الان یه خودکاره، من این رو کف دستم ثابت و ساکن نگه داشتم، به نظر شما این حرکت داره؟ بله، با توجه به توضیحات شما من اینجوری متوجه شدم که در کیهان ما اصلا جسم ساکن نداریم. بله، یکی که اتم ها و حتی ذرات سازنده اتم های اون جسمی که دست شما هست در حال حرکت هست، و یکی این که همه مجموعه ای که الان اینجا هستیم خانم طاهری با سرعت 30 کیلومتر در هر ثانیه در حال حرکت هستیم. بسیار عالی. بله بله. شکل کتابتون هم بچه‌ها یه مداد ساکن رو روی میز گذاشته، اما
لرزش این مولکول ها رو خواسته بگه که در حال حرکت هستن، هرچند اگر ما اون رو با چشم نبینیم. بله بچه ها خوب دقت کنین، کتاب شما یه سری تعاریف داره. چه تعاریفی؟ توی این فصل هم همه اونها رو مورد بررسی قرار میدیم. جابجایی، مسافت، تندی، سرعت، شتاب. من میتونم یه سری موارد دیگه مثال بزنم: زمان، طول، جرم. میتونم اینها رو هم وزن میتونم اینها رو هم بهش اضافه کنم. میخوایم امروز برای شما این رو بگیم بچه ها، میخوایم امروز بگیم به تمام اینها، از جابجایی، مسافت، تندی، به اینها تو فیزیک میگیم کمیت. کمیت یعنی چی؟ کمیت یعنی هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشه. من طول رو میتونم اندازه بگیرم؟ بله، من طول هر جایی رو که داشته باشم میتونم با خطکش متر اندازه بگیرم. حتی این پوینتر. بله دقیقاً. من میتونم جرمم رو اندازه بگیرم خانم طاهری؟ وزنمون رو دیگه. جرمم رو میتونم اندازه بگیرم؟ بله میتونم اندازه بگیرم. میرم روی ترازو وای میستم و جرمم اندازه گیری میشه. جرم همون معنی وزن مگه نمیده خانم؟ نه، وزن کاملا متفاوت هستش. به جای بچه‌ها تو هفتم خوندن. بله. پس با کمیت آشنا شدیم، هر چیزی که قابل اندازه گیری باشه. ولی آقای شیرکوند، شما الان میرین مغازه، مثلا میخواین سیب بخرید، به مغازه‌دار میگین که 5 تا سیب بده. خب اگه بخوای بگی 5 تا سیب، ما سیب خیلی بزرگ داریم، سیب کوچولو هم داریم، نمیتونه یک معیار منظور ما رو بهتر خیلی واضح برسونه. شما میفرمایین چی؟ مثلا میخواین سیب بخریم، میفرمایین چی؟ حتما باید توی اینجا هم اشاره کردیم که هر کمیتی، یعنی هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشه کمیت نام داره و باید یه واحد یا یکایی برای اندازه‌گیری اون در نظر بگیریم. بله. که ما به اون میگیم مثلا برای خرید سیب میگیم 5 کیلوگرم، چون با جرم 5 کیلوگرم. یا جرمم رو اگر من بخوام به شما بگم، من جرمم 55 کیلوگرمه. درستم گفتم تازه جرمم. بچه‌ها بیاین به این تصویر خوب با دقت نگاه کنید. اونجایی که میبینید خونه ماست. حالا من آقای شیرکوند همسایه هستیم. محل کارمونم 2 تا مدرسه بغل همه، چون شلوغ نشه ما یه مدرسه کشیدیم. مدرسه‌مونم نزدیک همه. خب حالا دقت کنید. ما میخوایم، من این قرمزه حرکت منه. آقای شیرکوند، من هر روز از خونه این مسیر رو طی میکنم، میرسم به مدرسه. مسیر قرمز رنگ. مسیر قرمز رنگ. آقای شیرکوند از این مسیر آبی رنگ. آقای شیرکوند از مسیر آبی حرکت میکنن، ولی نهایتا هر دوتامون میرسیم به مدرسه. خانم طاهری جواب سوال منو بده، ما هر دوتا کجا بودیم؟ از خونه بودیم به سمت مدرسه و نهایتا به کجا رسیدیم؟ به مدرسه. پس ما هر دوتامون خونه بودیم. چون همسایه هستیم. محل کارمون هم نزدیک به همه و اومدیم به کجا؟ مدرسه. پس در واقع ما میتونیم این رو هم در نظر بگیریم. از خونه اومدیم، نهایت کار، هدف کار، خونه رسیدیم به مدرسه. اما الان ما صحبت کردیم بچه ها، گفتیم که هر چیزی که قابل اندازه گیری باشه تو فیزیک باید عدد بگی. نمیتونی بری مغازه بگی که 5 تا سیب، نمیتونی بری پارچه بخری بگی آقا انقدر پارچه. یا وقتی به من میگی جرمت چقدره، من نمیتونم بگم خیلی کم، یه ذره. اینا رو ما نداریم، عدد بگو. یعنی یک یک‌ها و یک کمیت ما عدد باید بگی. اصلا فیزیک علم اعداده، باید عدد بگی. خیلی خوب، الان من میگم که مسیر من تا خونه خیلی زیاده. آقای شیرکوند مسیر شما تا ببخشید مسیر خونه تا مدرسه. آقای شیرکوند میگه نسبتاً. این نشد. تو فیزیک میگه بیا عدد برای من بگو. پس ما باید یه واحد داشته باشیم که بتونیم وقتی میخوایم به شما مقدار عددی مسیری رو که طی کردیم بگیم، شما هم متوجه بشین. خیلی، کم، زیاد، ما اصلا همچین مفاهیمی رو نداریم. مثلا میتونیم بگیم مسافتش 2 کیلوگرم بوده.
2 کیلومتر. 2 کیلومتر بوده. ببخشید. خواهش میکنم. خب بچه‌ها خوب دقت کنین. پس رسیدیم به اینجا که ما واحد میخوایم. به زبان خیلی ساده ما اومدیم اول، شما توی ریاضی آقای شیرکوان بچه‌ها خوندن این صفحات شطرنجی رو برای محاسبه دارن. ما میایم از اینا به عنوان واحد استفاده میکنیم. آقای شیرکوان شما میتونی بشماری که مثلا من تا این نقطه از A تا B من چقدر باید بیام؟ فکر کنم 8. هر کدوم از این مربع ها رو یه واحد بگیریم. بله 1 2 3 4 5 6 7 8 و تقریبا 14. 8 و 14. خب اگر بخوام بیام پایین دوباره شما میشمارین بچه‌ها. 6 7 و 2 مثلا دقیقاً 2 دهم 3 دهم. بله بقیه‌اش هم همینجوری میشمارین. ببینیم مسیر آقای شیرکوان چند تا شد. خب آقای شیرکوان مسیر شما 1 2 3 4 5 6 7 8 تا 8 تا و 15 تا اینجا دوباره میرم. الان میبینیم واحدای من آقای شیرکوان با هم متفاوته ولی عدد به گفتیم. بازم قابل مقایسه میشه. بله بازم قابل مقایسه میشه ولی در نهایت همه فرقی نمیکنه. من آقای شیرکوان از خونه میخوایم بریم به مدرسه، اینو یادمون نره. بچه‌ها بیاین روی این با دقت. خونه ها بزرگتر شد، واحدامون بزرگ شد آقای شیرکوان. خب الان من بخوام قبلی چقدر بود؟ 8 و 14 بود. الان بشماریم 1 2 3 4 5 تا 5 تا. بله اون کوچه اول 5 تا و بقیه‌اش هم من 1 2 3 4 و 14 تقریبا باید بیام پایین. قبلا 7 بود. بله ببینیم آقای شیرکوان چقدر تغییر کردن. آقای شیرکوان 1 2 3 4 تقریبا 4 و نیم. بله 4 و 6 دهم 7 دهم. واحد ما میبینیم اعداد ما تغییر کرد و اینجا هم به همین صورت. ولی در نهایت بازم ما از خونه میخوایم بریم به مدرسه. بچه ها واحدها الان اگر شما از من بپرسین بالاخره یه عدد به من بگو دیگه، یه بار میگی 8 تا، یه بار میگی 15 تا، در نهایت من تکلیفم چیه؟ پس به این نکته میرسیم که ما باید یه واحد استاندارد تعریف کنیم آقای شیرکوان. چه واحد بزرگ باشه چه کوچیک باشه ولی معنی که به ما میرسونه بله کاملا درسته. بچه‌ها خوب دقت کنین در تمام این نقطه هایی که این قرمز رو ببینین آقای شیرکوان الان کوچه اول به قول آقای شیرکوان نشون میدن. تمام این نقطه به نقطه مسیری که من دارم حرکت میکنم یا نقطه به نقطه مسیری که آقای شیرکوان دارن حرکت میکنن، تمام این طولهای مسیر رو ما شمردیم، به شما گفتیم که چقدر مسافت رو یعنی طول مسیرمون رو طی کردیم. ولی در نهایت مبدأ ما خانه و مقصد ما مدرسه بود. شکل کتاب شماست بچه‌ها، روی این شکل خوب دقت کنید. به قول آقای شیرکوان کوچه ها رو هم کشیده، اعدادم به شما داده. نگاه کنیم بچه‌ها 200 متر 323 متر یه سری اعداد به شما داده. تمام این نقطه به نقطه مسیری که از این کوچه ها میگذریم که نقطه شروع ما به نقطه پایان برسه، در واقع مسیریه که طی می‌کنیم از یه نقطه به نقطه دیگه بریم. آقای شیرکوان تو فیزیک به این میگیم کمیت مسافت. کمیت مسافت. مسافت پیموده شده. خیلی عالی. پس حالا که کمیت نیاز به واحد داره، نیاز به یکا یا واحد اندازه‌گیری داره. اینجا برای ما با چه واحدی بیان کرده؟ با یکای متر. با یکای متر بیان کرده. اون کفشوزک هم داریم بچه‌ها، ملاحظه می‌کنین کفشوزک رو ببینین آبی مسافت رو داره، این خیلی داره تو پروازش داره مسیر زیادی رو میره، اما نهایتاً نقطه A به B رو جابجا شده. همه اینا رو گفتیم که جابجایی رو براتون تعریف کنیم.
جابجایی رو آقای شیرکوند برای بچه‌ها چجوری تعریف کنیم؟ روی همین کفش دوزک من توضیح میدم. اگر نقطه A رو بچه‌ها بگیریم نقطه شروع، بله، و نقطه B رو بگیریم نقطه پایان، به فاصله مستقیم، البته پاره خط جهت‌داری است که ابتدا و انتها رو به شکل مستقیم به یکدیگه متصل میکنه. یه پاره خط جهت‌دار. پس پاره خط نمیتونه یه مسیر شکسته داشته باشه. بچه‌ها حاضرین بریم اسلاید قبلی، حالا متوجه میشین که این قرمزی که من مسیر میام، من مسافتیه که دارم طی میکنم. آبی مسافت آقای شیرکونده که طی میکنن، ولی سبز جابجایی یا همون فاصله مستقیم میان خانه تا مدرسه که کوتاه‌ترین فاصله هم هست و حتما هم باید جهت داشته باشه. حتما باید جهت داشته باشه. یه نکته دیگه آقای شیرکوند برای ما اومده، ببینین جهت ها رو هم کاملا مشخص کرده. پس با این هم احتمالاً کار داریم. درسمون رو بچه‌ها میتونین تمام اینا رو توی کانال شادم که براتون آدرس رو نوشتیم پیگیری کنیم. آقای شیرکوند آماده بیایید تمرین حل کنیم؟ بله. خب خیلی هم خوب. بچه‌ها همیشه به اینجا میرسن خیلی دوست دارن تمرین حل کنن. مسافت رو یاد گرفتیم. تمام نقطه به نقطه مسیری که طی میکنیم. جابجایی کوتاه‌ترین مسیری بود که نقطه شروع رو به پایان وصل میکرد و جهت داشت. آقای شیرکوند بیا مسافت نقطه A تا E رو حساب کنیم. بفرمایید. بله با هم حساب میکنیم. از نقطه A حرکت میکنیم. اینا رو چند بگیریم؟ هر کدوم یه واحد بگیریم. یک واحد، دو واحد، سه واحد، 4، 5، 6. آقای شیرکوند فاصله های بین اینا یه واحد، دو واحد، بله. 3، 4، بله. 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 واحد. 11 واحد یعنی در واقع مسافت ما میشه همون نقطه به نقطه مسیر. نقطه به نقطه مسیر میشه 11 واحد. آقای شیرکوند الان من جابجایی هم برام حساب کن لطفاً. الان تو جابجایی چی میشه؟ مقدار جابجایی برداری که نقطه شروع یا نقطه A رو به نقطه B متصل میکنه. این متصل میکنه که اگر با این ور مقایسه کنیم 1، 2 و 3 3 واحد میشه. پس بچه‌ها دقت کردین؟ برای مسافت نقطه به نقطه مسیر رو ما رفتیم، اما جابجایی کوتاه‌ترین فاصله‌ای که شروع به پایان و جهت هم داشتش. یاد گرفتیم بچه‌ها؟ خیلی مسافت 11، جابجایی 3. آفرین. بیاین بچه‌ها تمرین بعدی. به خاطر اینکه این مطالب خیلی خوب برای شما جا بیفته، ما اینا رو امروز برای شما پاسخ میدیم. یه دایره، یه مسیر دایره‌ای هستش. خب مسیر حرکتمون دایره‌ای شد. مسیر حرکت دایره. مسافت اگر یه دور کامل بزنیم، یعنی از نقطه A بیایم برسیم به نقطه B. آقای شیرکوند ما می‌خوایم اینو راهنمایی کنیم فقط. اشکالی نداره. نقطه A بیایم برسیم به نقطه B. یک دور کامل رو چجوری حساب کنیم؟ بچه‌ها دارن می‌بینن دیگه، اندازه دور هر شکل رو میگیم محیط اون شکل. یعنی بچه‌ها محیط دایره رو خانم طاهری تایید می‌کنید؟ بله. طی کردن. میشه شعاع هم که بهشون دادیم. جابجایی فکر می‌کنید چقدر میشه؟ جابجایی برمیگردیم به تعریف جابجایی دیگه. بله. نقطه شروعمون A بوده، نقطه پایانمون هم چی؟ B بوده. بر همدیگه منطبقن، یعنی کنار همدیگه هستن، روی همدیگه هستن. بنابراین جابجایی اینجا عملاً صفر. جالب بچه‌ها، جابجایی صفره. پس شکل شما محیط دایره رو به دست میارین مسافتتون، ولی جابجایی نداشتید. یعنی میشه شعاع ضرب داره 3/14. بله. اون برای مسافته. بله. بچه‌ها گفته یه جسم چگونه حرکت کنه تا مسافت طی شده اون با اندازه بردار جابجاییش یکسان باشه. جناب شیرکوند بفرمایید. خب اگر موافق باشید عملاً نشون بدید. بله خیلی عالی. اینجا رو نشون بدن. خانم طاهری، لیوان زرد رنگ رو میگیریم نقطه شروع و لیوان سفید رنگ رو میگیریم نقطه پایان. آزمایش رو من انجام میدم، توضیح با شما. خواهش میکنم. من تلاش میکنم که این حالا
جسمی که دست من هست این فاصله رو به عنوان یک متحرک یک مسیر مستقیم رو طی کنه. خانم یاری، خب همینجور که دارین میبینین بچه‌ها نقطه به نقطه مسیر رو داره طی میکنه، پس میشه مسافت طی شد، مسافت ما اون طول مسیر طی شده. بله همین میشه. و جابجاییمون چقدر؟ نقطه شروع به پایان. نقطه پایان در حقیقت بر هم دیگه منطبقن. پس چه زمانی بر هم منطبق میشن؟ وقتی که حرکت روی یه خط مستقیم باشه، روی خط کاملا. اندازه عددیشون چی؟ با هم دیگه متفاوته یا یکسان؟ اندازه عددیشون هم با هم دیگه در اینجا برابر میشن. بسیار عالی. خود را بیازمایید بچه‌ها. گفته تو این شکل مسافت و بردار جابجایی رو که مسافت رو دورش رو قرمز کشیدیم مشخصه، هر کجا میخواد بره اصلا مهم نیست. جابجایی شروع به پایان. یه سوال در من پیش اومده خانم یاری، بفرمایید که چرا برای این مسیر قرمز رنگ شما علامت بردار قرار ندادید؟ چون به خاطر اینی که جهت برای ما در مسافتی که داریم طی می‌کنیم اصلا مهم نیستش. یه موقع ممکنه آقای شیرکبند مثلا الان این مسیر رو من دارم میام، درسته؟ مسافت رو میام حرکت میکنم و ممکنه بخشش رو برگردم. درسته؟ پس جهت برای ما اصلا در طول مسیر مسافت مهم نیستش. پس اینجوری میتونیم بگیم، ببخشید اینجوری میتونیم بگیم مسافت یک کمیت برداری نیست، اما جابجایی کمیت برداری هست. یعنی هم مقدار عددی داره هم جهت داره، ولی مسافت فقط عدد داره. به این شکل بچه‌ها خوب دقت کنین، ببینین این آقا قد بلندی داره، قدماش هم خیلی بلنده، میخواد نقطه A تا B رو طی کنه. طول مسیری که باید طی کنه بچه‌ها 20 متره در 3 ثانیه طی میکنه. آقای شیرکبند این بنده خدا انگار داره تو خواب را میره. بله طول مسیر ما تغییری نکرده، یعنی همون 20 متره. بله اما یک دقیقه بیشتر زمان نداره. الان من این رو میگم. اما میبینیم که در 6 ثانیه زمان بردش تا بچه‌ها این مسافت رو طی کنه. حالا الان که دیگه وقتمون تموم شد، جلسه دیگه میخوایم بگیم که از لحاظ فیزیک آیا اینا با هم دیگه فرق دارن؟ تو فیزیک اینها رو چی عنوان میکنیم؟ هیچی صحبت نمی کنیم، بمونه تا جلسه به عنوان تکلیف پیش مطالعه. بله. ممنون، خیلی خوشحال بودیم در خدمتتون بودیم بچه‌ها امروز. تا جلسه آینده خدا نگهدار. خیلی ممنونم. استفاده کردن، تکلیفی نداشتن خانم یاری نازنین؟ میرن تکلیف‌های کاربرگاهی که دادیم انجام میدن، به اضافه یه پیش مطالعه داشته باشن تا جلسه آینده بیان. خیلی ممنونم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، استفاده کردید. خسته نباشید میگم به همه شما دانش آموزان محترم پایه نهم که تا این لحظه همراه و نظاره‌گر کلاس درس خودتون بودید. بچه‌ها خواهشاً توی این روزهایی که واقعا شرایط برای هممون سخت شده، این بیماری ویروس کرونا هممون رو درگیر کرده، ازتون خواهش میکنم که تمام نکات بهداشتی و همینطور پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید. زدن ماسک رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت بفرمایید و اینکه شستشوی مرتب دست‌ها رو حتما داشته باشید. بیاید با هم تمرین کنیم که انشالله بتونیم کرونا رو هر چه زودتر شکست بدیم، نه اینکه کادر درمان رو. خیلی ممنونم از همراهی بی‌نظیرتون. یک سری می‌زنیم به پخش شبکه آموزش. همکاران محترمم لطف کردن میان برنامه خیلی کوتاهی رو آماده کردن که تقدیم نگاه‌های شما نازنینان میشه. همراه هم می‌بینیم، اما من از حضور همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خیلی دوستتون دارم. مراقب سلامتی خودتون باشید. تا فردا خدایا نگهدار همتون باشه. خدا نگهدار.